عطر زدن یا اسپری زدن برای زنان در اسلام چی حکم دارد؟ اسلام دین کامل و تکمیل هست، مکمل هست. لحاظا به شما حدود هر چیز را بیان کرده. عطر زدن، خوشبو استعمال کردن برای مرد و زن طریقه سنت است. بسیار نبی کریم صلی الله علیه و سلم خوش داشت، اما برای زنان که از یک کم حدود دارد، محدودیت های خود را دارد. زن وقتی که در خانه باشد برای شوهر یا اشخاصی که محرم هستند در پیشروی آنها هر رقم خوشبوی و عطر را استفاده بکند کدام مشکل کدام اشکالی ندارد. اما اگر یک زن از خانه میبراید و خوشبو را استفاده میکند با این در گناه واقع میشود. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید ایما امرأة، میگه آن زنانی که استعطرت عطر را استفاده بکند، اسپری را استفاده بکند، ثم خرجت پس از خانه بیرون شود، فمرت علی قوم، برای یک قوم، برای یک قبیله، برای یک شخص، برای یک مرد پیر شود، لیجدوا ریحها، که بوی این زن را حس بکنند، این بوی زن برای آن مرد بیاید. چی میشه؟ فهی زانیتون، این زن در زنا واقع شد. زنای فعلی نیست، اما زنای مجازی هست. برای ما شما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما در پیشروی شوهرتون هر چقدر زیبایی کرده میدانید، خوشبویی کرده میدانید، اجازه هست، هنوز ثواب دارد. اما بیرون از خانه با زانیتون در زنا واقع میشود. اما متاسفانه امروز خواهران ما سرجبه هست، در خانه در قصه خود نیست، پیش شوهر خود در قصه خود نیست، اما وقتی که از خانه بیرون می شود آرایش میکند، خوشبویی استفاده میکند، خوشبویی که از اینجا دیر میشه 2 متر دور بوی آن حس میشه. لحاظا این زن چی هست؟ در زنا واقع میشود. به خاطر چی؟ که از خود حکمت دارند، به خاطر ازی که این زن یک مرد را در فتنه واقع میکند. و اسلام که است برای زن بسیار احترام دارد، به خاطر عزت و وقار یک زن میگه که جلب توجه مردم نشود. لحاظا به ما شما لازم ای است وقتی که از خانه بیرون میبرایم بسیار به لباس ساده که توجه مردم رو طرف خود جلب نکنید. اقول قولی هذا استغفر